بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام به پایان خداوند بر شما بینندگان عزیز. امیدوارم هر جایی که هستید در سایه خداوند متعال خوشنود و خرسند باشید. ما رسیدیم به حکایت پنجم از باب اولی کتاب گلستان سعدی در سیرت پادشاهان. این حکایت بسیار آموزنده و حیرت انگیز است که در مورد یکی از خصلت‌های زشت انسان است، یک خصلت ناپسند انسانی که آدمی را به مرز هلاکت میبرد. نام این خصلت حسادت است. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را از شر حسود و حسادت در امان نگاه دارد. حکایت پنجم. سرهنگزاده‌ای بر در سرای اغلمش دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زاید الوصف داشت که هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناصیه او پیدا. یکی از فرزندانی یک فرمانده لشکر و یک جنگاور بزرگ بر در سرای اغلمش، همان پادشاه مغول هست، که دیدم این جوان بسیار زیرک بود و یک فهم و فراست بلند داشت که از همان کودکی هر کس بر او نگاه میکرد میفهمید که این کودک در آینده یک شخصیت بزرگ خواهد شد. بالای سرش ز هوشمندی میتافت ستاره بلندی. از بس این جوان هوشمند و خردمند بود، یک ستاره بلند همیشه بالای سرش بود. به این معنا که هر کس به اون نگاه میکرد میفهمید که این فرزند دانا هست. فی الجمله مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنا داشت و حکما گفتند توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال. پادشاه از این جوان بسیار خوشش می آمد که هم زیبایی ظاهر داشت و هم زیبایی باطن و درون. و حکما گفته اند سعدی در این نیم خط دو درس بزرگ زندگی را به ما آموزش می دهد که میگه توانگری به هنر است نه به مال. توانگر کسی است که هنرمند باشد، نه اینکه مال زیاد داشته باشد. و کلانی و بزرگی به عقل است نه به سال، که متاسفانه در دنیای امروز و در زمانه امروز هر دوی اینها برعکس شده است. توانگر را کسی نگاه میکنیم که مال زیاد دارد و بزرگی و کلانی را به کسی میگوییم که سال زیاد دارد، در صورتی که سعدی میگوید توانگری به هنر است نه به مال، بزرگی به عقل است نه به سال. ابنای جنس او بر منصب او حسد بردند و به خیانتی متهم کردند و در کشتن او سعی بیفایده نمودند. دشمن چه زند چو مهربان باشد دوست. ابنای جنس او، دیگر فرزندان وزیران و جنگاوران، حسادت کردند به اینکه پادشاه این جوان را بسیار دوست می دارد و یک خیانت به او متهم کردند. به پادشاه گفتند که ای پادشاه، این به شما خیانت کرده است، حال به مال شما، به ناموس شما، به آبروی شما، به هر چیزه. پادشاه این جوان را صدا کرد و گفت ملک پرسید که موجب خصمی اینان در حق تو چیست؟ چرا اینها با تو دشمنند؟ گفت در سایه دولت خداوندی دام ظله همگنان را راضی کردم، مگر حسود را که راضی نمی شود الا به زوال نعمت من، و اقبال و دولت خداوند باد. پادشاه گفت که چرا این همه جوانان و بقیه کودکان فرزندان با تو دشمنی کرده اند؟ جوان که بسیار خردمند بود گفت در سایه دولت شما من همگنان و همه را راضی کردم، همه مرا دوست دارند، مگر یک گروه که آنها حسودان هستند. آنها راضی نمی شوند مگر اینکه این نعمتهایی که من دارم از بین برود، من در نزد پادشاه به آبرو باشم، من دیگر دانش نداشته باشم، من دیگر آبرو نداشته باشم.
حسود راضی نمی شود مگر اینکه تمام نعمتها از من گرفته شود. چند خصلت هست که اگر این خصلتها با هم جمع شود خصلت حسادت به وجود می آید. یک خودخواهی است، همه چیز برای من باشد و هیچ چیز را من برای دیگران نخواهم. همه باید برای من باشد، حرف من باشد، مال من باشد، آبرو فقط برای من باشد. و اینکه کسی که هیچ وقت راحت نیست، همیشه دوست دارد که نعمتها از دیگران گرفته شود. و سوم بخیل بودن است. انسان بخیل طاقت بزرگی و پیشرفت دیگران را ندارد. پس خودخواهی و راحت نبودن و بخیل بودن اگر با هم جمع شود خصلتی ناپسند حسادت را تولد می کند. توانم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است. من توان دارم که هیچ کس از من ناراضی نباشد، اما توان ندارم که حسود را ناراضی نکنم. چرا؟ چون او از درون رنج میبرد، او از خود رنج میبرد و کسی که او را آزار میدهد حسود را خودی اوست. بمیر تا برهی ای حسود که این رنجی است که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست. انسان حسود در زندگی هیچ وقت راحتی ندارد. فقط یک چیز هست که حسود را راحت میکند و آن مرگ است. غیر از مرگ حسود را هیچ چیز راحت نمیکند. شوربختان به آرزو خواهند مقبلان را زوال نعمت و جاه. انسان‌های شوربخت، انسان‌های بدبخت همیشه آرزو میکنند که مقبلان یعنی نیکبختان از جایگاهی بلند و از دانشی بلند و از آبروی بلند سقوط کنند و به آبرو شوند. چرا این گونه هستند؟ گر نبیند بر روز شب پر چشم، چشمه آفتاب را چه گناه. اگر شوکروک و خفاش که یک حیوان کور است، اگر اون شوکروک آفتاب را نمی بیند، روشنی را نمی بیند، آفتاب چه گناه دارد که همه جا را روشن کرده است؟ حسود از درون است که خوبی را نمی بیند، نه اینکه مردم خوب نباشند. وقتی آرام می شود که ببیند دیگران نعمت را از دست داده اند. پناه بر خدا از شر حسود و حسادت. راست خواهی هزار چشم چنان، کور بهتر که آفتاب سیاه. حسود نمیگه که من بد هستم، میگه او باید سیاه شود، او باید از بین برود، نعمت او باید از بین برود. سعدی میگوید حرفی راست میخواهی هزار چشم کور شود تا اینکه آفتاب سیاه شود. نعمتها باید بمانند. کسی که باید سیاه شود و از بین برود چشم است که خوشبختی دیگران را نمیتواند ببیند و آن چشم حسود است که باید از بین برود. انشاءالله خداوند ما را از شر حسودان و از شر حسادت در امان نگاه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.